گریه های پدر اجمل حقیقی. آیا پدر اجمل جان واقعا سکته قلبی کرده و یا خیر؟ مادر اجمل جان عزیز ما در چیال روزی قرار داره. آیا تا به حال پدر و بیادرش موفق به دیدار اجمل جان شده و یا خیر؟ اجمل جان عزیز ما تا چی وقت در بند طالبان باقی خواهد ماند؟ سلام دوستا، امید که خوب باشین. نصیر مختار هستم با یک ویدیو کاملا جدید در خدمت شما. در این ویدیو در مورد گریه های پدر اجمل جان میپردازم. قبل از ادامه ویدیو را لایک و کانال افغان آرت را سابسکرایب کنین. در صفحات اجتماعی بعضی از ویدیوها دست به دست شده و به نشرش رسیده که گویا پدر اجمل حقیقی سکته قلبی کرده و فوت کرده که دوستا این موضوع حقیقت نداره. حقیقت موضوع قسمی است که پدر اجمل حقیقی به خاطر پسرش از دست چیز نمیه، به خاطر از بس که بسیار زیاد گریان کرده سخت مریض شده که خداوند برای شفای عاجل نصیب کنه. و مادر اجمل حقیقی میگه که به خاطر رفتن پسرم بسیار زیاد جگرخون هستم و مادر اجمل جان از مردم میخواد که به خاطر پسرش دعا بکنیم و همچنین مادرش از گروه امارت اسلامی هم میخواد که هر چه زودتر پسرش آزاد کنن و تا فعلا ریهایی اجمل حقیقی همراه با دو همکارش معلوم نیست و گروه امارت اسلامی هم در این مورد چیزی نگفته. پیام من در اخیر برای تمام یوتیوبران و جوانان فعال در رسانه ها این است که از توهین ورزش ها و مقدسات اسلامی جدا خودداری نمایید، به خاطر که حالا یک نظام کامل اسلامی حاکم است و به کسی اجازه چنین عمل را هرگز نمیدهد. به هر صورت با امید آزادی اجمل حقیقی و دو همکارش امید درمان و عبیدالله مجیدی، ممنون شما که تا این لحظات با ما بودید. هر کجا که هستین جور و صحتمند باشین. ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنین تا ویدیوها و برنامه‌های بعدی. بدرود.